این هفته تو رژیم هفته نیروی انتظامی اعلام شده. وقاحت خاص رژیم آخوندی که اون رو از دیکتاتوری‌های دیگه متمایز میکنه. مثلا تو آلمان هیتلری روز و هفته گشتاپو نداشتن، ولی رژیم برای وزارت بدنام اطلاعات و نیروی منفور انتظامی و سپاه جنایتکار پاسداران و نمیدونم بسیج ضد مردمی تا دلتون بخواد روز و هفته و دهه و اینا داره. انگار رسالت آلوده کردن تقویم‌ها رو هم رژیم به عهده گرفته. حالا فعالیت‌های این هفته چیه؟ اجازه بدین که یکیش رو با هم ببینیم. نمایشگاه چنگ و دندون نشون دادن به مردم. همه جا در هفته‌های آغازین سال تحصیلی نمایشگاه کتاب و کامپیوتر و آلات موسیقی و اینا میذارن، ولی مال رژیم طبعا نباید به آدمیزاد بخوره دیگه. ایمنی، امنیت، پلیس و در نهایت آرامش و آسودگی خیال شهروندان. بله، قاتلیاف تولید کرده. قاتلیاف تولید کرده. ببینید این چیز مهمیه. این قاتلی که ملاحظه کردید استاندار رژیم در تهرانه. پرداختن به سوابق کثیفش یک برنامه که چه عرض کنم یک سلسله برنامه خودش جداگانه میطلبه. بعد بنده همینجوری که دارم مثلا با جلو میخوام نشونه گیری کنم، اینجا عقبم میبینم کسی از پشتم میاد. من با خیلی از این مبتکرینی که اینجا آثار پژوهشی و اختراع خودشون را آورده بودن صحبت کردم. دیدم اینها رو اونهاییش که در حوزه امنیت اجتماعی بوده خوشبختانه خود پلیس داره و اینها سرویس میده. مبتکرین و پژوهشگرانی که آثار پژوهشی خودشون آوردن در واقع یه مش بسیجی و پاسدار جنایتکارن که آثارشون هم به نظرم خودشون توضیح بدن بیشتر لو میدن. اسلحه گازی بدون پوکه و باروت رو ساختم. اسلحه در 2 کالیبر. اسلحه 5 میلیمتر هم در دقیقه 2000 تا ساچمه 5 میلیمتر بولدرین شلیک میکنه که از فاصله 100 متری 3 میلیمتر تو گوشت انسان فرو میره. در واقع یه سلاح ضد شورشیه. کالیبر 20 در دقیقه 120 گلوله شلیک میکنه که در واقع تا از فاصله 1000 متری تو یک MDF 16 میلیمتری و 20 میلیمتر سوراخ کرده. حالا بماند که توی یک MDF 16 میلیمتری رو چطوری 20 میلیمتر سوراخ کرده. میگن که یه بسیجی گفت روزی 26 ساعت کار میکنم. گفتن خب روز که 24 ساعت بیشتر نیست. گفت اشکالی نداره 2 ساعت هم از فرداش میمونم کار میکنم. ضمناً این رژیم که میگفت مشکل شورش رو از این حرفا نداره، ثبات زده زیر دلش، اما حالا میبینیم که به چه روزی افتاده. همه اختراعاتش ضد شورشن. اما یک مخترع بسیجی دیگه هم در خدمت حل مشکل مردم جامعه میخواد صحبت کنه. طریقی که من ارائه کردم یه دستبند ضربتیه که این مشکلی که متهم‌ها مقاومت میکنن در برابر مامورین یا در حین فرارن یا دارن از دیوار میرن بالا، در این حالت‌های مامور خیلی راحت میتونه غلبه بکنه بر هر عضوی از متهم. که با همکاری دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تونستیم این سپر رو در حقیقت آماده سازی بکنیم در جهت توانمندسازی مامورین پلیس برای مبارزه با اغتشاشات و آشوب‌ها هست. اغتشاشات و آشوب‌ها، بعدم تفنگ و سپر و دستبند میشن دستاوردهای علمی در نظام آخوندی. طبعا محل نمایشگاه کجاست؟ مصلی تهران. اما وقاحت رژیم ته نداره، اینجاها به قول معروف تموم نمیشه. خودش میگه که اینها کافی نیست. اما سوالی که شاید دغدغه خیلی از مردم باشد این است که آیا این تجهیزات برای ایمنی و امنیت کشور کافی است؟ خود دوستان پلیس هم اذعان دارن که هنوز اول راه هستیم و چشمانداز آینده مملکت از نظر رژیم. خوشبختانه در کشورمان نوجوانان و جوانان بسیار فعال با انگیزه و تحصیل کرده‌ای وجود دارند که بخشی از آنها نیز جزء مخترعان این کشور هستند. به راستی حمایت از آنها می‌تواند پشتوانه‌های ارزشمند برای آینده این سرزمین بسازد. بله، این هم چشمانداز آینده این سرزمین اگه قرار بود رژیم آخوندی بمونه. اختراعاتشون رو از زبون خودشون شنیدیم. آموزش‌های نیروی به اصطلاح انسانیشون رو از طنزپردازان پیک شادی بشنویم. آماده؟ همه آماده‌اند برادر بسیجی، پرسنل غیر و نیروی انتظامی. عرضم به خدمتتون که با توجه به اتفاقات ناگواری که این روزها برای آیات اعزام و نیروهای لشکری کشوری و خلاصه این حرفا میفته، ما کلاس دفاع از شؤونات ولایت رو اینجا می‌خوایم چیکار کنیم؟ تقدیمتون بکنیم. بعد از گذراندن این کلاس شما میتونید تمام حرمت شکن‌ها رو 1 ثانیه فتیلی پیچ کنید. حالا میخواد در هر ابعاد و هر سایز و هر تری پیچی باش.
اصلا طرف تکواندو کار باشه، جودو کار باشه، اصلا خود مرحوم بروسلی باشه، هیچ فرقی نمیکنه. من امروز برای کار عملی از یکی از برادرای حرمت شکنمون هم دعوت کردم که بیاد اینجا تا من به شما شیوه مقابله با استکبار جهانی رو نشون بدم. آماده این؟ حجت جان بفرمایید. احسنت. خیلی خوش آمدی حجت جان. عرضم به خدمتتون که بله، شما همونطور که میبینید چهره ایشون کلکسیون خلافجات، جریان فتنه که از سر و روش داره میباره، انحراف هم که تا دلت بخواد داره، حرمت شکنی و اغتشاش هم که توش داره قوقا میکنه. گول هیکلشو نخورید، بچه ماهیه، مسلط. درسته؟ همه آمادن؟ آماده تو حجت جان؟ احسن. خب حجت جان دستو بیار بالا، دستو بیار. احسن. فکر کن این مشته که داره میاد سمته، این مشت، روی این مشت خیلی کارا میشه کرد، خیلی کارا. یه راه اینه که با سر بری تو مشتش، این یه راهه. یه راه هم داره که نه، بکشی ببری از پشت، میری پشتش، همین حرکت رو ادامه میدی، میای پشتش یه جفته یه قلقلق. حالا همینجوری چی وایساده، تکون نمیتونه بخوره. نترس حجت، نترس، هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. دو تا کلیه آبشار فلان اینا میاد پای میاد از جلو، دوباره دست رو میگیره میره پرت میکنی میره جلو. درسته؟ دستون باریکلا حجت، نترس، من باهاتم، من عموتم. باریکلا. ببین لرزش صداش، برق نگاش، تپش قلبش، این نفس‌های تندی که داره میزنه، همه اینا نشون میده که چی؟ تیرویدش فعاله. احسن همین. حالا اینجا ما میخوایم براتون حرکت تند رو بهتون نشون بدم. حجت تو نترس، ریلکس. باریکلا. بچه توپی هم هست، من بهت آسیب نمیرسه، آسیب نداریم تو کار، آموزش. آماده این؟ حجت جان آماده. یه مش بزن ببینیم چیکار میکنی تو. بابا حجت جون ننت بگو جدی زدی یا شوخی کردی؟ جدی زدم. باریکلا شانس آوردی. برو خدا رو شکر کن که جدی زدی، چون من اصلا با کسی شوخی ندارم سر این بحثا. حالا اینو من گذاشتم بزنه که شما بفهمید، بدونید وقتی یه بسیجی به فنون رزمی مسلط نباشه چی میشه. حالا دیدید چه بلایی سرش میاد؟ اب نداره. خب آماده؟ دوباره میخوام ریل باهاتون برم. آماده حجت جان؟ ریلکس. حالا یه مش بزن ببینم چیکار میکنی. بابا حجت چیکار داری میکنی تو بابا؟ بابا یه لحظه صبر کن. بابا حجت چیکار داری میکنی؟ بابا عجب داستانی. صبر کن. بابا اصلا این ریل تو جمهوری اسلامی جواب نداره. ولش کن بابا. حجت تو میریم سراغ ریل بعدی. این الان حجت ما جلوی جمع جوگیر شده، مسلط نیست به مشت زدن. بعدم که دیگه اصلا ولش کن. برادرها حرکت آخری که میخوام بهتون یاد بدم، حرکت آزاد کردن از قفل عناصر آشوب طلبه. با اینکه شما فکر میکنید طرف خیلی گنده است، ولی من 1 ثانیه سوتش میکنم. آماده ای حجت جان؟ بیا بگی منو قفل کن ببینم چیکار میکنی. بگی منو. احسن. قشنگ صفر محکم. نگاه به هیکل طرف نکنین ها. من 1 ثانیه میخوام سوتش کنم. آماده ای؟ صفر بگی من میخوام خود چیز کنم. بابا نامرد. برادر توجه کن. این حرکتی که من دارم بهتون میگم، بابا جان صبر کن. گول هیکل این طرف نخورین. شما میتونید. این الان حجت بول شده جلو دوربین، نمیتونه کاری بکنه. ماکسیموم کاری که میکنه همینه. بنابراین شما گول هیکلشو نخورید. این طرف حجت. آقا این برنامه کی تموم میشه؟ بابا حجت من خودم بهتون حجت برنامه تموم نشده. چیکار؟ پس کی این برنامه تموم میشه؟ بابا جان ولم کن. آقا جون ولم کن.